مطالعه کردن یکی از مهمترین مهارت‌هاییه که هر کسی باید بلد باشه. خیلی از دانشجوها و دانش آموزا و افرادی که پشت کنکور هستن زمان خیلی زیادی رو میذارن برای مطالعه کردن و عملاً اون بازدهی که انتظارش رو داشتن نصیبشون نمیشه. توی این ویدیو ما یافته‌هایی رو از علوم اعصاب یا نوروساینس می‌خوایم باهاتون در میون بذاریم که بتونید با استفاده از اون تکنیک‌ها و یافته‌های علمی عملکرد مغزیتون رو به بهترین حالت ممکنش برسونید. اول از همه میخوام یه کتابی رو خدمتتون معرفی بکنم که اگر تونستید حتما این کتاب رو مطالعه بکنید. کتاب طرز فکر نوشته خانم کارول دوک که واقعا کتاب مناسبیه برای نوجوانا، جوانا و افرادی که میخوان یه حوزه ای رو ورود پیدا بکنن و یه سری از مهارت‌های جدید رو یاد بگیرن. توی این کتاب در رابطه با طرز فکر رشد صحبت میکنه. میخوایم مثالی بزنیم از طرز فکر رشد. همونطور که میدونید ما برای اینکه عضلات بدنمون رشد پیدا بکنه باید هر روز یا یه روز در میون تایم بذاریم، بریم باشگاه وزنه بزنیم، به عضلاتمون فشار بیاریم، بعدش تغذیه رو به خوبی رعایت بکنیم، استراحتمون رو به خوبی رعایت بکنیم تا شاهد رشد عضلانی باشیم. مغز ما هم دقیقاً از این مکانیزم پیروی میکنه. چجوری؟ اینطوری که شما باید یه سختی بهش بدید، ازش یه کاری بکشید، بعد تغذیهش رو فراهم بکنید و در نهایت به خوبی استراحتش بدید تا مغز شما بتونه رشد پیدا بکنه. توی این ویدیو راجع به همه این مسائل میخوایم صحبت بکنیم. بعد از معرفی این کتاب میخوایم برسیم سر وقت این که این ویدیو شامل چه بخش‌هایی هست. ما میخوایم یه سری از نکته‌های خیلی مهم رو در قالب این 3 مبحث توضیح بدیم. اولیش تمرکز کردن، دومیش درک مطلب، سومیش هم به حافظه سپردن. اول از همه میخوایم با تمرکز کردن شروع بکنیم. بیایید اول به این سوال جواب بدیم که هر کدوم از ما چقدر توانایی این رو داریم که متمرکز روی یک کاری زمان بذاریم. بعضی از افراد شاید بگن که من تا شروع میکنم به مطالعه کردن خوابم میگیره. بعضی از افراد ممکنه بگن که من بعد از 10 دقیقه مطالعه کردن خسته میشم و نیاز دارم که یه استراحتی به خودم بدم. بعضی ها هستن که میگن ما نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت ممکنه که بتونیم مطالعه بکنیم. ولی چیزی که باید ازش خبر داشته باشیم اینه که اگر ما شروع کنیم به تمرکز کردن، تمرکز ما برای ابتدا توی بالاترین حد ممکنه. به مرور که میگذره ذهنمون خسته تر میشه و این تمرکز ما کاهش پیدا میکنیم و نیاز پیدا میکنیم به استراحت کردن. یه استراحتی به مغزمون میدیم و دوباره شروع میکنیم به کار کشیدن ازش. اگر بخوایم طولانی مدت از مغزمون کار بکشیم توی یه برهه زمانی مشخص، این مغز ما به اون صورت کاراییشو نمیتونه داشته باشه. به خاطر همین میخوام چند تا تکنیکو در مورد اینکه چجوری تمرکزمون رو افزایش بدیم و چجوری زمان بندی بکنیم تا از حد اکثر تمرکزمون استفاده بکنیم باهاتون در میون بذارم. خیلی سریع میریم سر وقت تمرکز کردن. اولین چیزی که لازم دارید برای مطالعه کردن و تمرکز کامل روی اون درسی که دارید میخونید یا اون کاری که دارید انجام میدید اینه که یه فضایی رو طراحی بکنید برای مطالعه کردن. نوروساینس نشون داده که اگر یک فضای تفکیک شده حتی کوچیک برای خودتون در زمان مطالعه کردن در نظر بگیرید، عملکرد مغزیتون و تمرکزتون افزایش پیدا میکنه. حالا این فضایی که در نظر میگیرید شامل چه ویژگی هایی باید باشه؟ اولین مسئله تو طراحی محیط مطالعه کردن اینه که شما یک فضای تفکیک شده رو در نظر بگیرید، یه چراغ مطالعه داشته باشید و این چراغ مطالعه نور گرم داشته باشه یا نور زرد داشته باشه تا اگر شبها به مطالعه میپردازید اون نور گرم باعث بشه که هم تمرکزتون بیشتر بشه و هم خوابتون مختل نشه. اگر نور آبی قبل از خواب بهتون برسه کیفیت خوابتون کاهش پیدا میکنه و کیفیت خواب خیلی مرتبطه با این که مطالبی که میخونید کامل به حافظتون سپرده بشه. پس اول از همه نور گرم. اگر چراغ مطالعه استفاده میکنید که بهترم هست استفاده بکنید، راست دستید سمت چپتون باشه این چراغ مطالعه، اگر چپ دستید سمت راستتون باشه این چراغ مطالعه.
چیز دیگه ای که باید بهش توجه بکنید دما و تهویه است. اکسیژن کافی کمک میکنه که شما مغزتون بهتر کار بکنه و دمای مناسب و رو به خنکی کمک میکنه که دیرتر خسته بشید و احساس کسلی بکنید. پس اول از همه نور، دوم دما و تهویه، سوم بوی مطبوع داخل اتاق یا اون محیطی که دارید مطالعه میکنید، چون حسای دیگه‌تون هم درگیر میکنه و باعث میشه که شما خیلی بهتر اون مطالب رو یاد بگیرید. مورد بعدی نویز یا صداه. اگر میتونید در سکوت کامل مطالعه بکنید، اما اگر امکانش براتون فراهم نیست میتونید از هندزفری که دارای قابلیت نویز کنسلینگ باشه استفاده بکنید. و وقتی از هندزفری خواستید استفاده بکنید میتونید صداهایی رو پخش بکنید که کمک میکنه به افزایش تمرکز شما. بهش میگن نویزهای قهوه‌ای. حالا این صداها شبیه چه صداهاییه؟ شبیه صدای طبیعت، صدای جنگل، صدای رودخونه، صدای آب روون یا صدای پچ و همه خیلی ریز که انگار توی یه کافه تقریبا ساکت نشستید و دارید انگار مطالعه میکنید. اینا کمک میکنن که شما خلاقیتتون افزایش پیدا بکنه و تمرکزتون هم به حد مناسبی برسه. توی اون محیطی که دارید مطالعه میکنید اگر یک تصویر از طبیعت یا یک گیاه طبیعی روی میزتون باشه یا روی دیوار اون عکسه باشه خیلی کمک میکنه که حس و حال بهتری داشته باشید و تمرکزتون رو هم تقویت میکنه. اما نکته‌ای که باعث میشه همیشه ما حواس پرتی سراغمون بیاد همین گوشی و نوتیفیکیشن هاییه که هر دقیقه از این گوشی صداش میاد یا ویبرش میاد. برای اینکه بتونید توی اون مدت زمانی که میخواید مطالعه بکنید حد اکثر تمرکز رو داشته باشید و حداقل حواس پرتی، تمام نوتیفیکیشن های گوشیتون رو سایلنت بکنید و حتی نذارید ویبره هم بزنه، چون همین ویبره یا صدای نوتیفیکیشن هر دفعه که میاد شما رو از اون حالت تمرکز خارج میکنه. پس یا گوشیتون رو کامل سایلنت بکنید و دیگه هیچ صدایی ازش نیاد و هیچ لرزه‌ای نداشته باشه، یا اگر که نیازش ندارید کلا یه جای دیگه ای از محل مطالعه‌تون گوشیتون رو بذارید. در مرحله بعدی تکنیکی رو برای افزایش تمرکز و حداکثر بازدهی در حین مطالعه میخوام خدمتتون معرفی بکنم. تکنیک پومودورو هستش. تکنیک پومودورو یکی از معروف‌ترین روش‌های علمی برای افزایش تمرکز، مدیریت زمان در مطالعه و کاهش خستگی ذهنیه. ممکنه این تکنیک پومودورو رو شنیده باشید، ولی الان میخوایم به صورت کاملا کاربردی بهتون توضیح بدیم. ما موقعی که داریم مطالعه میکنیم اگر 2 ساعت زمان برای مطالعه بخوایم در نظر بگیریم، این زمان رو باید به صورت بلاک هایی در نظر بگیریم که شامل تمرکز کردن و استراحت کردن. به عنوان مثال ما میتونیم شروع به مطالعه بکنیم، 25 دقیقه تایمر بذاریم و بعد از 25 دقیقه 5 دقیقه به خودمون استراحت بدیم. اینجا میشه یه بلوک 30 دقیقه‌ای. 25 دقیقه بعدی که شروع کردیم مجددا تمرکز میکنیم، مباحثی که داشتیم رو میخونیم، مطالعه میکنیم و مجددا 5 دقیقه به خودمون استراحت میدیم. تا اینجا میشه 1 ساعت، یعنی 2 تا 25 دقیقه و 2 تا 5 دقیقه. این کار رو یک بار دیگه هم تکرار میکنیم تا 2 ساعت مطالعه ما پر بشه. اون موقعی که 2 ساعت ما کامل تموم میشه بهتره که بریم واقعا یه فعالیت بدنی انجام بدیم، یه قدمی بزنیم، یه هوایی بخوریم و اون زمان استراحتمون رو طولانی تر بکنیم. مثلا میتونیم حداقل نیم ساعت مطالعه رو متوقف بکنیم و نیم ساعت کامل استراحت بکنیم، اما اون استراحتتون ترجیحاً استفاده از موبایل نباشه. اگر که کار واجب دارید از موبایل استفاده کنید یا اگر مجبورید تماسی رو جواب بدید از موبایل استفاده کنید، ولی به جز اون هر سرگرمی دیگه ای میتونید انجام بدید که احساس خستگی و کرختی و کسلی ازتون دور بشه. بهترین حالتش هم قدم زدن در طبیعت، خوردن یک میان وعده سالم و پروتئینیه. در نهایت برای قسمت تمرکز یه اپلیکیشنی رو خدمتتون معرفی میکنم به نام تاید.
و اسمش رو هم اینجا میذارم، عکس اپلیکیشن هم اینجا میذارم. میتونید از قابلیت هایی که این اپلیکیشن داره استفاده بکنید. میرسیم به مهمترین بخش مطالعه کردن، یعنی درک مطلب. ممکنه کتابی یا مبحثی رو بخواید مطالعه بکنید که خیلی براتون سنگینه. به عنوان مثال برای بچهای پزشکی یا علوم ورزشی، فیزیولوژی یکی از مباحث سنگین درسیشونه. به عنوان مثال اگر میخوایم کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون رو مطالعه بکنیم که این فقط جلد اولش هست، یه جلد دومم داره، باید از تکنیکایی که در ادامه بهتون میگم بهره ببریم تا بتونیم این مبحث سنگین رو کامل درک بکنیم. قسمت درک مطلب اولین چیزی که میتونیم ازش استفاده بکنیم به یاد آوری فعال یا اکتیو ریکال هستش. اکتیو ریکال فرایندیه که فرد در اون به جای مرور اطلاعات به صورت منفعل، مثل اینکه چند بار اون مطلب رو بخونه، میاد چیکار میکنه؟ تلاش میکنه که اطلاعات رو از حافظش بازیابی بکنه یا از حافظش بیرون بکشه. این کار مغز رو وادار میکنه که مسیرهای عصبی مرتبط با اون اطلاعات رو فعال و تقویت بکنه. مثل این میمونه که شما یه مطلبی رو خوندین، حالا یه موچین ور میدارید و میخواید از توی اون حجم اطلاعاتی که داخل مغز شما وجود داره اون مورد به خصوص رو بیارید بیرون و به صورت کاربردی ازش استفاده بکنید. به این میگن اکتیو ریکال، یعنی بازیابی اطلاعات به صورت فعال، چون مسیرهای عصبی با این کار تقویت میشه. ساده ترین روش اکتیو ریکال اینه که از خودتون سوال بپرسید. یعنی کتاب رو گذاشتید جلوتون، یه مبحثی رو خوندید و بعد از اینکه اون مبحث رو میخونید کتاب رو میبندید، یه کاغذ ور میدارید، شروع میکنید اون چیزی که خوندید و سعی میکنید به خاطر بیارید و شروع میکنید به نوشتن. وقتی که این کار رو انجام میدید، اون قسمتی که باید مغزتون اون اطلاعات رو بازیابی بکنه کاملا فعال میشه و موقعی که دارید اطلاعات رو بازیابی میکنید از مغزتون ممکنه یه سری از قسمت‌هاشو یادتون نیاد و این نشونه ایه که شما اون قسمت‌ها رو بهتر بخونید، با دقت بیشتری بخونید و سعی بکنید 2 تا یا 3 تا سوال طرح بکنید و اون سوال‌ها رو بهش پاسخ بدید به صورت شفاهی. چیزی که خیلی مهمه اینه که سعی بکنید جوابا رو به صورت بلند بگید، چون خودتون هم بشنوید و باعث بشه که اون ایرادایی که وجود داره برطرف بشه. استفاده از فلش کارت‌ها به صورت فیزیکی به این صورت هستش که شما یه طرف سوال رو نوشتید و طرف دیگه جواب رو قرار دادید. این باعث میشه که وقتی شما سوال رو میخونید قبل از اینکه به جواب بخواید برسید مغزتون سعی کنه که به یاد بیاره اون پاسخ رو و بعد از اینکه سعی کردید میتونید حالا جوابش رو بخونید و ببینید که چقدر با جواب متفاوته، یا کامل و درست جواب دادید یا که نه نیاز دارید که دوباره تمرین بکنید. دومین تکنیکی که در رابطه با درک مطلب میتونید استفاده بکنید تکنیک فاینمن هستش. تکنیک فاینمن به این صورته که شما باید اون مسئله‌ای که خوندید، اون مطلبی که خوندید، حتی اگر خیلی هم تخصصیه، به یک بچه 5 ساله، 8 ساله، 10 ساله یا یه فردی که اصلا توی اون حوزه هیچ تخصصی نداره توضیح بدید، جوری که اون متوجه بشه. وقتی که شما سعی میکنید توضیح بدید برای یه نفر دیگه، اون قسمتایی که هنوز کامل متوجهش نشدید به چشمتون میاد و میتونید دوباره برید اون قسمت‌ها رو مطالعه بکنید. به این میگن تکنیک فاینمن، که یک مطلب سنگین یا یک مطلب خیلی خاص و تخصصی رو سعی بکنید به ساده ترین شکل ممکن به یه نفری که تخصصی نداره توضیح بدید. ولی باید در نظر داشته باشید که نیت شما از خوندن اون مطالب اینه که به بقیه آموزش بدید. این کمک میکنه که شما هر چیزی که میخونید جوری درکش بکنید که توانایی اینو پیدا کنید که به بقیه توضیحش بدید. این تکنیک فاینمن هم از آقای ریچارد فاینمن رسیده که یکی از مشهورترین معلمان علم در قرن 20 بوده. شهرتش هم به خاطر این بوده که میتونسته مسائل پیچیده فیزیک یا مسائل پیچیده موضوعات دیگر رو به بقیه به ساده ترین شکل ممکن توضیح بده. وقتی از تکنیک فاینمن استفاده میکنیم مغز ما از حفظ کردن اون مطلب
تغییر وضعیت میده و سعی میکنه که اون مطلب رو به صورت کامل درک بکنه. این کارایی اصلی تکنیک فاینمن هستش. و نکته آخر در مورد این تکنیک این که وقتی شما سعی میکنید یه مطلب رو اینجوری به بقیه توضیح بدید، توی ذهن شما و توی مغز شما اون مطلب به صورت فشرده و منسجم قرار میگیره تا هر موقع که نیازش داشتید بتونید از اون مطلب استفاده بکنید، چون اون پراکندگی که راجع به یک موضوع توی ذهن شما بوده از بین میره و به یک انسجام خاص میرسه. تکنیک سوم تکنیک بسط دادن یا الابوریشن هستش. یکی از مؤثرترین روش‌های علمی در یادگیری عمیق و به حافظه سپردن اطلاعاته. این تکنیک بسط دادن هم برای درک مطلب به کارتون میاد، هم برای به حافظه سپردن. حالا به چه صورت هستش؟ در روانشناسی شناختی الابوریشن به معنای افزودن معنا، جزئیات، ارتباطات، مثالها و غیره به اطلاعات جدیده تا این اطلاعات در شبکه دانشی فرد با مفاهیم پیشین پیوند بخوره. حالا یعنی چی؟ به صورت خیلی ساده اینکه شما یه دانشی که جدید کسب میکنید باید با دانش‌های قبلی که داشتید یه ارتباطی، یه پیوندی برقرار بکنید. این باعث میشه که دیگه این اطلاعات جدید فرار نشه. به عنوان مثال اگر بتونید یک اطلاعاتی که جدید وارد شده رو با چیزی که توی خود زندگیتونم به کارتون میاد یه پیوندی، یه ارتباطی پیدا بکنید، این باعث میشه که اون مطلب دیگه از ذهن شما نره. پس تکنیک بسط دادن یا الابوریشن کمک میکنه که وقتی خواستید یه مطلب رو بازیابی بکنید، چون با دانش‌های قبلیتون گره خورده، اون مطلب بازیابیش راحت‌تر اتفاق بیفته. توی تکنیک بسط دادن شما میتونید از همون پرسش و پاسخ استفاده بکنید، ولی پرسش هاتون باید اینجوری باشه که مثلا چرا این مطلب به این صورت در اومد؟ چرا این مطلب توی زندگی من میتونه به کارم بیاد؟ یا سوالتون اینجوری باید شروع بشه که چگونه این فرایند اتفاق افتاد؟ این سوالا باعث میشه که شما با تکنیک بسط دادن اطلاعات رو خیلی قوی‌تر توی ذهنتون نگه دارید. نکته آخر در مورد بسط دادن یا الابوریشن اینه که شما باید یه مثال‌های خودساخته برای خودتون به وجود بیارید. یعنی یه مطلبی رو خوندید، یک مثالی ازش خودتون خلق بکنید و این باعث میشه که کاملا اون مطلب با دانش‌های قبلیتون و اون چیزی که توی زندگیتون جریان داره پیوند بخوره. تکنیک بعدی تکنیک درهم آمیزی یا اینترلیوینگه. به شدت توصیه میکنم افرادی که دارن مطالعه میکنن از این روش استفاده بکنن. چرا؟ چون به شدت خلاقیتشون رو افزایش میده. درهم آمیزی یعنی ترکیب کردن یادگیری چند مهارت یا مفهوم مختلف در یک جلسه تمرین یا در حین مطالعه. مثلا من میخوام یه موضوع خاصی از گرامر انگلیسی رو یاد بگیرم. اگر که میخوام خیلی خوب این گرامر رو یاد بگیرم، باید سعی بکنم چند تا گرامر دیگه‌ای که نزدیک بهش هست رو اونا رو هم مطالعه بکنم و سعی بکنم هم مهارت اسپیکینگ رو توی اون گرامر خاص استفاده بکنم و هم مهارت رایتینگ رو استفاده بکنم و هم مهارت سوال و جواب کردن رو. این باعث میشه که چند تا موضوع مختلف که با هم همبستگی یا همپوشانی خاصی هم دارن با هم توی مغز ما برن و به یه انسجام و یه آگاهی خوبی توی مغزمون برسن. این درهم آمیزی گفتم یکی از مهمترین تکنیکاییه که میتونید ازش استفاده بکنید. مورد آخر در رابطه با درک مطلب اینه که نقشه ذهنی بکشیم یا مایند مپ بکشیم. این مایند مپ کشیدنه توی همه مراحل یادگیری ما به کارمون میاد، چون ما یه قسمت داریم برای تمرکز کردن، یه قسمت داریم برای درک مطلب و یه قسمت هم داریم برای به حافظه سپردن. نقشه ذهنی توی هر ستای اینا به کارمون میاد. موقعی که ما میخوایم تمرکز بکنیم اگر از نقشه ذهنی استفاده بکنیم خیلی متمرکزتر میشیم. اگر بخوایم یه مطلب خیلی پیچیده ای رو که شاخ و برگ زیادی داره متوجه بشیم، با مایند مپ خیلی راحت تر میتونیم متوجه بشیم.
و برای به حافظه سپردن هم خیلی موثره، چون ما یه مطلب خیلی خاصی و مایند مپش رو کشیدیم و بعداً میخوایم مراجعه بکنیم به این مایند مپ و وقتی نگاه میکنیم تمامی اون مطالب برای ما بازیابی میشه و دوباره توی حافظمون برمیگرده. پس نقشه ذهنی هم خیلی خوبه. یه مثالشو براتون اینجا عکسشو میذارم که نقشه ذهنی چجوری کشیده میشه. در نقشه ذهنی مفاهیم از یک هسته مرکزی منشعب میشن و به زیر شاخه ها و جزئیات دیگه هم تقسیم میشن. این نقشه ذهنی به ما کمک میکنه که یک نمای خارجی از بالا داشته باشیم و وقتی اون مفهوم رو داریم نگاه میکنیم، چون یه هسته مرکزی داره و یه سری شاخ و برگا داره، اون کمک میکنه که مطلب توی ذهن ما بهتر ثبت بشه و بهتر ازش استفاده بشه. سومین مسئله‌ای که میخوایم بهش بپردازیم مسئله به حافظه سپردن یا به خاطر آوردنه. توی این مرحله به مهمترین تکنیکی که میتونیم اشاره بکنیم تکنیک به یادآوری با فاصله است یا تکرار با فاصله، Spaced Repetition. این تکرار با فاصله کمک میکنه به ما که توی مطالعه کردن استمرار داشته باشیم. اگر ما بخوایم بدنمون رشد پیدا بکنه توی تمرین کردن باید استمرار داشته باشیم و اگر میخوایم واقعا مطالب رو خیلی خوب یاد بگیریم و اون مطالبی که یاد میگیریم در طولانی مدت واقعا به کارمون بیاد و استفاده بکنیم و رشد پیدا بکنیم، باید از Spaced Repetition استفاده بکنیم، چون استمرار در مطالعه به ما میده. حالا توی این قسمت خیلی کاربردی میخوام نحوه استفاده از تکنیک Spaced Repetition رو باهاتون در میون بذارم. براتون از رو میخونم. به یادآوری یا تکرار با فاصله یعنی مرور مطالب در فاصله های زمانی تدریجاً فزاینده. به جای اینکه چند بار پشت سر هم توی یک روز یک مطلب رو بخونیم، اون مطلب رو در بازه های زمانی جداگونه مرور میکنیم. یه منحنی فراموشی وجود داره به نام منحنی فراموشی ابینگهاوس که نمودارش رو دارید ملاحظه میکنید. حافظه به طور طبیعی با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه، اما با هر بار مرور کردن مطلب به طور ماندگارتری در ذهن ما و حافظمون سپرده میشه. این تکرار با فاصله به مغز ما میفهمونه که این مطلب مهمه و من میخوام تو حافظم وجود داشته باشه، پس فراموشش نکن. هر بار که شما مرورش میکنید این سیگنال رو به مغزتون میدید که این مطلب برای من مهمه، پس باید تو حافظه بلند مدت من وجود داشته باشه، نه حافظه کوتاه مدت که سریع یادم بره. حالا توی Spaced Repetition ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما اول از همه بهتره که ترکیب بکنیم تکنیک های قبلی که در رابطه با درک مطلب بهتون گفتم با تکنیک تکرار با فاصله. به عنوان مثال یه مطلبی رو خوندیم، اکتیو ریکال رو انجام دادیم، سوالایی رو ازش به وجود آوردیم و یا نقشه ذهنیش رو هم کشیدیم. حالا میایم فردا هم این سوالات رو بهش جواب میدیم، 3 روز دیگه هم این سوالا رو بهش جواب میدیم، 5 روز دیگه یا 7 روز دیگه هم سعی میکنیم اون نقشه ذهنی که کشیدیم، اون سوالایی که کشیدیم یا اون خلاصه‌ای که نوشتیم از یه مبحث خاص رو دوباره مرور بکنیم. بعد از 14 روز هم این کار رو انجام میدیم و بعد از 14 روز که میرسیم توی بازه 30 روزه اگر دوباره این یادآوری رو انجام بدیم کامل توی حافظه بلند مدت ما میمونه. البته هر بار که یادآوری میکنیم یا این تکرار با فاصله رو انجام میدیم کیفیت به یادآوریمون هم مهمه. هر چقدر با کیفیت تر به یاد بیاریم اون مطلبی که توی حافظه بلند مدت ما هم ذخیره میشه با کیفیت تره و قابل استفاده تره. یکی از کارهای کاربردی که میتونیم انجام بدیم برای تکرار با فاصله اینه که یه جدول درست بکنیم. این جدول رو میتونیم توی لپتاپ درست بکنیم، توی اکسل درست بکنیم، توی ورد درست بکنیم یا خودمون یه برگه انتخاب بکنیم توی اون برگه این جدول رو درست بکنیم. کاری که نیازه انجام بدید اینه که هفته ها رو مشخص میکنید، روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم هم مشخص میکنید،
موضوعی که میخواید در رابطه باهاش مطالعه بکنید هم مشخص میکنید و هر بار که میاید کار اسپیس رپیتیشن رو انجام میدید یا تکرار با فاصله رو انجام میدید، توی این جدولتون برای اون موضوع خاص یه تیک میزنید و موقعی که 1 ماه گذشته متوجه میشید که از یک مبحث خیلی خاص، از یک کتاب خیلی خاص، از یک موضوع سنگین طولانی چه قسمت‌هایی رو بیشتر تیک زدید و مطالعه کردید. این باعث میشه که شما بدونید توی کجاها قوی‌تر بودید، توی کجاها کمتر مطالعه کردید و ضعیف‌تر هستید. این باعث میشه که واقعاً دیگه اون مطلب خاص دیگه از ذهنتون پاک نشه و بتونید کامل ازش استفاده بکنید. مورد بعدی توی به حافظه سپردن که خیلی هم مهمه، تقویت هیپوکامپه. هیپوکامپ قسمتی از مغزه که برای حافظه و ثبت وقایع جدید مورد استفاده قرار میگیره. این هیپوکامپ مسئول یاد گرفتن، به حافظه سپردن و به یاد آوردنه. وقتی سعی میکنیم چیزی رو یاد بگیریم یا تجربه جدیدی کسب کنیم، هیپوکامپ اونو میگیره و در جای درست توی مغز ذخیره میکنه تا بعداً بتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا چه کارهایی کمک میکنه که هیپوکامپ ما تقویت بشه؟ چون خیلی این قسمت از مغز رو ما بهش احتیاج داریم. یک و مهمترینش ورزش کردن. شما اگر میخواید بهترین مغز رو داشته باشید، بهترین حافظه رو داشته باشید، نیازه که همیشه و مرتب ورزش بکنید. چون ورزش کردن کمک میکنه جریان خون توی قسمت‌های مختلف مغز افزایش پیدا بکنه و در نتیجه اون شبکه‌هایی که باید ساخته بشه و اون حافظه‌ای که باید بازسازی بشه بهتر اتفاق بیفته. بهترین نوع ورزش کردن برای تقویت هیپوکامپ هم تمرینات هوازیه که میتونید روزی نیم ساعت پیاده روی بکنید یا یه روز در میون دویدن با تلاش بیشتر داشته باشید که اون اتفاقی که باید توی مغزتون بیفته برای تقویت حافظه اتفاق بیفته. دومین مسئله برای تقویت هیپوکامپ خواب با کیفیته. اگر میخواید خواب با کیفیتی داشته باشید، نیازه که شب قبل از خواب از هر نور آبی که صفحه گوشیتون یا تلویزیون یا مانیتور یا هر چیز دیگه این نور آبی داره دوری بکنید و حداقل 1 ساعت قبل از خواب از گوشیتون استفاده نکنید. کاری که میتونید انجام بدید اینه که شمع روشن بکنید، از نور زرد، از نور طبیعی که شمع تولید میکنه قبل از خواب استفاده بکنید، چون کیفیت خوابتون رو بالا میبره. موقعی که میخواید بخوابید به دمای اتاق توجه بکنید. موقعی که میخواید به خواب برید هر چقدر دمای اتاق پایینتر باشه، نزدیک به 20 درجه 19 درجه باشه، خنک‌تر باشه، شما بهتر به خواب میرید. و در نهایت این که شما اگر در تاریکی مطلق قرار بگیرید، اون عمق خواب شما، کیفیت خواب شما هم افزایش پیدا میکنه. 7 تا 9 ساعت خواب هم میتونه براتون کافی باشه، اما اگر که اون نکته هایی که خدمتتون گفتم رو رعایت بکنید. برای اینکه مغزمون تقویت بشه چند تا مکمل هم میتونیم استفاده بکنیم. در کنار اون تغذیه سالمی که داریم چند تا مکمل میتونیم ازشون استفاده بکنیم تا عملکرد مغزمون افزایش پیدا بکنه. اولین مکمل کراتینه که شما میتونید ازش استفاده بکنید برای تقویت عملکرد مغزیتون. مکمل بعدی امگا 3 هستش، ویتامین C، کاکائو، منیزیم و زینک. اینها موادی هستن که کمک میکنن عملکرد مغزی شما افزایش پیدا بکنه. و در نهایت کاهش استرس با کمک مدیتیشن کردن هم کمک میکنه تا مغز شما بیشتر رشد بکنه، بزرگتر بشه، حجیمتر بشه و استرس شما هم کاهش پیدا بکنه. اگر استرستون بالا باشه عملاً اون کارایی که از مغزتون میخواید داشته باشید اتفاق نمیفته. پس با کمک مدیتیشن، ورزش کردن، تغذیه خوب و همه مواردی که گفتیم میتونید استرستون رو کاهش بدید و عملکرد مغزتون رو هم به حد اکثر ممکن برسونید.
به آخر ویدیو و جمع‌بندی رسیدیم. توی این ویدیو ما در رابطه با درک مطلب، به حافظه سپردن و تمرکز کردن صحبت کردیم و برای هر کدوم تکنیک هایی رو معرفی کردیم که بر اساس نوروساینس و علم روز بوده. با کمک این موارد شما میتونید تایم مطالعه کردنتون رو کمتر بکنید ولی بازدهیتون رو به حد اکثر ممکن برسونید. چیزی که باید یادآوری بکنم اینه که این مواردی که بخواید انجام بدید درسته از مغز شما کار میکشه، ممکنه شما رو خسته بکنه در ابتدا، ولی هر چقدر که جلوتر میرید، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، این مغز شما کاراییش خیلی خیلی بالا میره و عملاً یه سوپر برین شما دارید، یه مغز خیلی منسجم، قوی و ورزیده و کمک میکنه که در نهایت کیفیت زندگیتون هم افزایش پیدا بکنه. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون بوده باشه. اگر که قصد دارید از ما حمایت کنید از این مطالب، از این ویدیوها و در رابطه با نوروساینس و علوم اعصاب بیشتر صحبت بکنیم، کافیه که این ویدیو رو لایک بکنید، یه کامنت معنادار برامون بذارید، یا اگر که واقعا فکر میکنید برای کسی مفید، مناسبه، برای اون هم ارسال بکنید و ما رو معرفی بکنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.